خوش آمدید به بدون شرح قسمت 12. قرار بود که در این قسمت ما راجع به شیعه جعفری برای بچه مذهبی های شیعه و سنی توضیحاتی بدیم و عرفان در اصل طریقت رضوی، ولی به دلایلی مجبور شدیم که قسمت 12 رو با قسمت 14 در اصل عوض کنیم. به عبارتی یعنی برنامه بعدی بدون شرح پاسخ این سوالا رو خواهیم داد و خیلی مطالب مهمیه. تو یه خط این بوده موضوع برنامه‌های قبلی ما، اینی که شیعه یعنی چی و دشمنان شیعه کی هستند، که قرار بود به بچه های بسیجی، سپاهی، مذهبی و شیعه و سنی توضیح بدیم که اصلا مشکل کجاست. دقت کنید، خیلی نکته مهمیه. به عنوان مثال شما بچه های مذهبی باید بدونید که اصلا دشمن شما سنی ها نیستن. اصلا یکی از بزرگترین مشکلات الان حال حاضر کشور شما اینه که شما بچه مذهبی ها هنوز نمیدونید که دشمنتون سنی نیست. یعنی سنی ها حتی اگر بر اساس اعتقادات بخوایم بررسی کنیم مینیمم دشمن 15 به بعدن. کسی که قراره به زن و بچه تو تجاوز کنه و چشات در بیاره سنی نیست. و همین خاطر شما تیرهایی که دارید میزنید دقیقاً دارید به سمت کسانی میزنید که اصلا دشمن شما نیستن. یعنی کلا هدف و تارگت رو گم کردید. خیلی نکته مهمیه. الان بن سلمان اومده کودتا کرده، زده خار مادر مسئولین قبلی عربستان که چه صافت بودن و لای دموکرات های آمریکا وسط MI6 تو لجنزارهای لجننمای لجنپور مخلوط بودن. اونها رو حذف کرده، داره به یک سمت دیگه حرکت میکنه. یعنی عربستان الان عربستان نیست و اصلا بن سلمان به دنبال کشتن تو نیست. اینو باید بفهمی یواش یواش. یعنی انرژی داری جایی مصرف میکنی که بهش نمیگن کار، یعنی کاری نمی کنی. کار یک تعریف توش نهفته است به نام جابجایی. اینکه دستتو بذاری رو دیوار هی فشار بدی کاری انجام نمیشه، انرژی فقط داره صرف میشه. ما میخوایم تو رو تربیت کنیم برای کار. یعنی من الان اینجا نشستم برای اینکه به تو بفهمونم کار یعنی چی اگه میخوای کاری بکنی. اصلا زاویه نگاهت کلن اشتباهه. الان توضیح دادم، 1 سال پیش من طرح و توضیح دادم، 1 سال پیش که هلال شیعه باید رفیق بشه با هلال سنی و تبدیل بشه به هلال اسلام و دوست بشه در آینده با هلال مسیحیت. جناب آقای پوتین تو خطوط قرمز ما بوده، اپوزیسیون ریستارت بوده. ما چطور پوتین از خطوط قرمزمون خارج کردیم؟ برای اینکه رفت نشست و با اون ارتدوکس صحبت کرد و ارتدوکس واسش توضیح داد که آقا عرفان، تصوف، نوع نگاه، نوع اندیشه، خرد اصلا یه موضوع دیگه است. و چون پوتین بسیار آدم باهوشی بود و در دلش یک مسیحی خیلی خوبی بود، فهمید موضوع رو قبول کرد. گفت آقا دوران آخر زمانیه، چرا متوجه نمیشین؟ یعنی اون ارتدوکسه رهبری که اون پشت بود واسش توضیح داد که اپوزیسیون ریستارت یعنی چی، داره چی میگه. وقتی که شیعه اعتقاد داشته باشه که زمان آخر و زمان مسیح میآید و آنگاه
مهدی با او میآید یا بگه مهدی میآید مسیح هم همراهی میکنه، فرق نمیکنه. پس معلومه که مسیح با مهدی قراره بیاد در کره زمین. پس یه شیعه‌ای وجود داره که مثل اسلام نیست، شیعه‌ای هست که اعتقاد داره که در کنار مسیح مهدی میآید. پس میتونیم با هم دوست باشن. پس هلال اسلام حالا باید رفیق بشه با هلال مسیحیت. یعنی یک فردی که شیعه واقعی باشه در جنگی که یک مسیحی داره انجام میده تا آخرین قطره خونش برای مهدی و مسیح میجنگه. خب اگه ندونیم دشمنمون کیان، هدفمون چیه، که میریزه همه چی به هم. حالا تو نگاه نکن، طالبان تکلیف مشخصه. طالبان نوع نگاهش مشخصه. ما میدونیم اصلا ما سیاست، برای که شما بدونید که من همه چیزی که باید بدونم میدونم، کل سیاست افغانستان در 100 سال گذشته در یک خط برای توضیح میدم که بفهمیم، هم خودش بفهمم، طالبانی‌ها بفهمن، که تو این برنامه این التیماتوم بهشون داده باشیم که اصلا فکر نکن من گذشته ها هستم. ما امپراتوری پارس، یعنی برسیم ایران رو میخوایم make great again کنیم، تبدیل کنیم به پرشیا، یعنی امپراتوری پارس. بعد یهو بلند میشیم میایم میزنیم خار مادر رو یکی میکنیم. اصلا فکر نکنم ما این وسط سیاست رو نمیفهمیم. حالا 4 تا دیالوگ واسه تو افغان ها توضیح بدید، 2 تا واسه ایرانی های بعضی احمق ایرانی توضیح بدید، 4 تا واسه ترک های احمق توضیح بدید. اینا رو بدید، اشکال نداره. ولی بخوای به سمت تجزیه ایران بری، چه رژیم رو تبدیل کنم، چه رژیم رو تغییر بدم، بلای سرت میارم تا ابد. یعنی تا صحنه آویزون کردنتون میرم تک تک. بگونیم ما مثلا سیاست شما نمیدونیم چیه؟ بگونیم مثلا ما این 4 تا الاغیم؟ نه، ما خردمندترین ایرانیاییم، باهوشترین ایرانیاییم، سیاست کلا میدونیم. پس چرا آقای طالبان شما در افغانستان الان هستی؟ به دلیل اینکه در افغانستان روس‌ها با آمریکایی‌ها داشتن می‌جنگیدن. بزغاله. یعنی اگر روس‌ها آمریکایی‌ها میرفتن می‌خواستن روس‌ها کشور تو رو بگیرن، 3 روزه می‌گرفتن. ما مبارزاته. روس‌ها فردا صبح از افغانستان می‌خواستن برن، آمریکایی‌ها 3 روزه شما رو می‌گرفتن. شما مکان جنگی رو تا کشور بودی. ما 20 روزه کل کشورتو میگیریم. یعنی با 60,000 تا ریستارتی، 60,000 تا سرباز وارد میشیم، کل افغانستان رو میگیریم. پیام ما به شما مشخصا اینه، ما اصلا با افغانستان مشکل نداریم، ما رو وارد جنگ نکنید. امپراتوری پارس، یعنی حکومت امپراتوری پارس، حکومت کوروش، حکومت شایبرل ساله به قول این دوستان، حکومت ریستارتیا، یک دشمن معرفی کرده به نام ترکیه. پس یاد باشه اپوزیسیون ریستار تنها اپوزیسیونیه که چی مردمو نمیماله، مثل رضا پهلوی این بزغاله ها نیستیم. ما سیاست خارجیمون رو 10 سال پیش نوشتیم، 5 سال پیش رسما اعلام کردیم. اینا هنوز منتظرن همسایه ها، یعنی مردم یاری کنن، اینا شوهرداری کنن، تازه میخوان به حکومت برسن. ما حکومت رو دیدیم، سیاست خارجیمون رو چیدیم. پس ما الان دعوامون با ترکیه است که قراره که تا 15 سال آینده خودش رو مرکز اسلام بدونه، یه حمله نظامی به عربستان بکنه و ترتیب تیم عربستانی‌ها رو بده. و دشمن ما ترکیه است، ما اصلا با اینا درگیر نیستیم. پس وارد این بازی نکنید. به دنبال تجزیه ایران باشه هر کشوری، من خارمادرش سرویس میکنم. ختم کلام فکر کنم توضیح دادم. اما بریم سراغ موضوع امروز برنامه. صاحبان جدید در اصل با مقام معظم رهبری حضرت عالی، شما بچه مذهبی شیعه و سنی، تو یک جلسه ای که بوده، یک صحبتی حالا من کاری ندارم، کل حرفش این بود که آقا حسینی شما قبل از این که راجع به شیعه و اینا صحبت کنی، اصلا اول بیا توضیح بده به این طرفدارهای ما که موضوع چیه، ما قراره چیکار کنیم.
حرفشون هم درسته، میگن آقا شما 7-8 سال داری طرح میدی خارج از کشور برای تغییر، انگلیسی ها از طرحها دزدیدن، رضا پهلوی دیالوگ به دیالوگ حرفای شما رو داره میزنه، از روی حرفها و طرحهای شما کتاب زدن. ترامپ به خاطر حضرت عالی شخص سید محمد حسینی ایران رو تحریم کرد، اینو مسعود بهنود گفت، MI6 گفت رسما. شما به تغییریایی هم کمک کردی، حالا یه شبه میای میگی آقا تغییر یا تبدیل انتخاب کنیم. خب یه کمک به این تبدیلیا بکن، بعدش ببینیم که چی میشه. این حرف منطقیه. پس من قراره که بگم قرار صاحبان جدید امام خامنه ای در داخل کشور و تیمشون چیکار کنن به شما قرار توضیح بدم. اما قبل از اینکه اینو بگم که اونا میخوان چیکار کنن، قبلش به شما بچه مذهبی‌ها باید بگم ما میخوایم چیکار کنیم. پس اول میگم من میخوام چیکار کنم، بعد بگیم اونا میخوان چیکار کنن. ما تکلیف مشخصه. بنده به دنبال این هستم که در داخل ایران اگر بشه با کمترین کشته کشور رو وارد یک کودتا کنیم و به تبدیل برسیم، یعنی تبدیلش کنیم، یعنی با یک کودتا این کار رو انجام بدیم. اگر نتونیم این کار رو انجام بدیم، اون وقت من گزینه تغییر رو باید انجام بدم. حالا ممکنه تو دل بگی شما چجوری حالا میخوای بیا وارد ایران بشی؟ خب این گوهایی که میخوری رو چون نه اطلاعات، میدونی همیشه آدم‌های پررو آدم‌هایی هستن که جاهلن، آدمایی که متوهم مثل تو ان موضوع رو نمیدونن، همین خاطر اینجوری حرف میزنن. اینکه کی میتونه ایران رو رژیمش عوض کنه، هم جمهوری اسلامی میدونه من میتونم این کارو بکنم، هم خارج کشور میدونن که من میتونم این کارو بکنم. من فقط از پول و پست و مقام داخل کشور نگذاشتم آدم بیرون. برو از سرانت بپرس بهت میگن حسینی دقیقاً از پول و پست و مقام در خارج از کشور هم گذاشته. حسینی میتونه ساده پول بگیره و همه کار بکنه. کسی که میتونه رژیم رو عوض کنه برای چی فقط منم؟ برای اینکه خارج کشور همه اینو میدونن. پس جمهوری اسلامی اینو میدونه، خارج هم سازمان امنیتی اینو میدونن. ببین خیلی ساده است که من فقط به مجاهدین خلق ائتلاف کنم، کاری که الان 5 ساله دارن میگن. سناتورهای آمریکایی تو جلسات پنهانی مستقیم میگن اگر شما و مجاهدین خلق ائتلاف ببندین تمومه، کار رژیم تمومه. و یا اینکه کاری که آقای اطرافیان رضا پهلوی که بیشترشون ریستارتیه، از بغض علی دارن دفاع میکنن از معاویه، که هی التماس میکنن ائتلاف ببند با رضا پهلوی. خارج کشور فراموش نکن هر زمانی میشه این تغییر رو انجام داد. پس ما چی میخوایم انجام بدیم؟ ما میخوایم ابتدا به سامکن تبدیل رو ببینیم چه اتفاقی توش میفته، چقدر جلو میان، تا من تصمیم میگیرم میخوام تغییر رو انجام بدم یا تبدیل. اما اونا چی میکنن؟ کاری که رهبر شما، یعنی مقام معظم رهبری شما، اولا این جواب بدم. بعضی از شما پرسیدین که شما گفته بود که آقای خامنه‌ای مرده. بله ما اعتقاد داشتیم که ایشون مرده، زنده نیست. اما سازمان امنیتی آمریکا، فرانسه، انگلیس، من و تو، شبکه وایس آف آمریکا، رادیو فردا، رضا پهلوی، اپوزیسیون ها، تاپالای سیاسی همه فریاد زدن یک صدا که ایشون زنده است. ما احساس کردیم نکنه اشتباه میکنیم. واقعا خدا رو شکر ما الان خوشحالیم، خدا رو شکر همه جهان به جز ما گفتن که ایشون زنده است، مقام معظم رهبری زنده است. خدا رو شکر. حالا چی شده؟ حالا ما فهمیدیم که ایشون زنده است، مراقبیم کشته نشه. الان موضوع خود عوض شده. یعنی چون الان داریم میرسیم به یه جایی که ممکنه مقام معظم رهبری بخواد شخصی رو در جهان معرفی کنه، به قول خودمون در تبدیل،
پس ما ریاستاتی الان باید مراقب باشیم که مقام معظم رهبری کشته نشه این وسط. همه جهان گفتن زنده است، اوکی، پس اگه زنده است چرا کمک نکنیم کشته نشه؟ پس از امروز هر کدوم از این گروه‌های سیاسی ها تلویزیون ها بگن مرده است، چوب می‌کنم تو باسنشون، مرده، خفه شو. حالا که نوبت ما رسید آسمون تپید، ایشون زنده است، تموم شد. همه به این نتیجه رسیدی بودید که زنده است، ما هم الان با شماییم. خدا رو شکر، خدا رو شکر زنده است. آقای بچه مذهبی شیعه و سنی، دشمنان شما مشکلشون شیعه است و اسلامه. یعنی اینا پاشون برسه ایران به زن و بچه تجاوز میکنن. مقام معظم رهبری هم اینو تاکید کرد روش، گفت اینا با ایران درگیرن، با من نیستن، اینا با من فقط درگیر نیستن، با اسلام درگیرن. و تکلیف مشخصه، یعنی یک گروه سازمان‌های امنیتی میخوان یک گروهی از زرتشتی‌ها، بهائی‌ها و یهودی‌ها توأماً با یه سری تاپاله‌های سیاسی این کاهو و پنیر و گوجه جمع شن، بیان ایران و به زن و بچه تجاوز کنن و داستان شیعه رو تموم کنن. این آخرین فرصتی است که اپوزیسیون ریاست داره به شما میده. داخل کشور صاحبان جدید و مقام معظم رهبری میخواهند به زودی یک کودتایی رو تولید کنن و هرچی جاسوس و خائن و کثافت سلطنت طلب و اصلاح طلب بگیرن. نمبر 1، احمق نباش. خامنه‌ای قدرتی نداشته، چند ماه تازه دارن قوی میشن، یعنی 1 سال از بعد از پخش برنامه اوورلوک من صاحبان جدید وارد شدن. یه مثال بزنم تا بفهمی. سال 88 اگر خامنه‌ای قوی بود که گریه نمیکرد. یک لیدری که قویه که میزنه خارمادر سرویس میکنه، گریه نمیکنه که، چون میخواستن بکشنش. مشکلی که با خمینی دارن با خامنه‌ای هم دارن. مشکل اساسیشون با خامنه‌ای از زمانی شروع شد که از سعدی و مولوی و حافظ گفت و تو اینو نمیتونی بفهمی. تو اصلا نمیدونی مشکل اساسی با خمینی سر عرفان و تصوف بوده، سر مولوی و سعدی و حافظ و فرهنگ غنی ایرانی بوده. آقای خمینی کشور گرفت، خودش رهبر ایران میدونست، خیالش راحت بود، گفت اوکی الان اینجوری میکنم، تلویزیون رو میذارم، دوربینا روشن میشه، اینجوری میکنم ملت ایران رو مینشونم، یه اینجوری دیگه میکنم میشینم راجع به عرفان و تصوف حرف میزنم، 10,000 تا اسلحه اینجوری گذاشتن اینجوری. گفت جون ما رهبر ایرانم. گفت شما هیچی نیستی. من امام خمینی هم، مردم عاشق منم، من کشور رژیم عوض کردم. کوسه هاشمی اومد و گفت شما کسی نیست. حوزه علمیه قومو بلند کرد. خمینی گفت من کسی نیستم. اوکی، و فردا صبح تفسیر قرآن میرم. اینجوری فکر میکردم. فکر کردم میگه کشور گرفتم، درود بر سعدی. نمیدونست که تمام سازمان امنیتی جهان مشکلشون اینه که شیعه لای سعدیه و سعدی لای شیعه. اونا میدونه. حافظ و مولوی لای شیعه و شیعه لای حافظ و مولوی. اونا همه میدونن اینا. برای همین زرتشتی توش تمام شعرا فردوسی رو قبول دارن. تازه اون شعرش هم که راجع به علی ابن ابی طالب حذف میکنن. تفسیر قرآن را اسلحه گوشن رو سرش، آمپول زدن کشتنش. خمینی دهنش باز بود، رژیم فکر میکرد رهبر ایرانه، نمیدونست نیست. بعد اومد رو آنتن گفت آقا بزنید این جاسوسا رو بگیرید، هر کی عمامه داره هم بزنید.
دیگه کسی گوش نکرد. یواش یواش فتیله صدا و سیما رو کم کردن، صداش دیگه نمیرسید. بعد بچه‌هاشو تهدید کردن. بعد حکومت آقای هاشمی رفسنجانی گرفت و خامنه‌ای رو گذاشت اینجا برای همین دو قطبی. الان میبینی الان میگن که تو رو خدا اصلاح طلبها رو نکشید، نه حرفای لیدر ریسارت رو گوش نکنی، تبدیل. الان تمام رسانه ها نوشتن ببین با حمله به اصلاح طلبها مملکت رو دو قطبی نکنید. ما در قبل مملکت قبلا دو قطبی بود. زمانی که خمینی رو کشتن مملکت دو قطبی بود. چی بود؟ شیعه جنده، شیعش خامنه‌ای بود، جندش هاشمی رفسنجانی. اینا مخلوط شده بودن. یعنی هاشمی قدرت دستش بود، خامنه‌ای کاری نبود. شما بچه مرتبه باید اینو بدونین، خامنه‌ای قدرت نداره، هر وقت میخواد حرف بزنه میکشنش. 3 بار الاغ ترورش کردن. مستند ساخت سپاه، برو مستندشو نگاه کن، میگه رجایی رو کشتن، ما قاتلاشو میشناختیم، فکر کردیم مملکت امام زمان میکنیم دیگه. میگم همینطور تو جلسه بودیم که بریم قاتلاشو بگیریم، هاشمی کوسه اومد وسط گفت فکر نمی کنم ایشون باشن یا اوشون باشن. گفت رجایی رو کشتن، ما قاتلاشو میشناختیم، راه میرفتن تو جامعه، پستاشو میرفت بالاتر. آقای بچه شیعه، آقای بچه سنی که نمیدونی اگر این حکومت عوض بشه اینا به زن و بچه‌تون تجاوز میکنن. آقا مملکت دست سپاه نبوده. سپاه یه ارگانی بود که داشته موشک و کارهای علمی انجام میداده که موفق ترینش هم اون سپاه بوده. تازه حقیقتش کاری کرده، الان داریم میبینیم پهپاداشو. احمق 3 جای مملکت دارن میخورن. اگر این 3 جا رو بتونی بگیری گرفتی. نمبر 1 رسانه است که تو هنوز رسانه رو نگرفتی. وزارت اطلاعات، سرطلب طلبا، اصلاح طلبا، تمام این هنرمندا رو بهشون پول میدادن. 2 اتاق بازرگانی. تو فکر کنی بچه شیعه‌ای مثلا آقای امام خامنه‌ای میاد فردا میگه بازرگانی رو به من بدین؟ شب بادیگاردش میکشش. اتاق بازرگانی مال بهائی‌ها و یهودی‌ها و زرتشتی‌ها است. بچه شیعه فقط باید زنش جنده بشه، زن خانواده شهدا. تو به تو پول میرسه جاکش فکر می‌کنی؟ اتاق بازرگانی رو بگیر. اتاق بازرگانی نمیدونی یعنی چی؟ اتاق بازرگانی به مکانی میگن که هرچی پول تو مملکت میاد، روابطی که در خارج کشور برقرار میشه، پولا رو باید یه گروهی ببینن پول کجا میره. سنی مبارزات ما مبارزات نخودکی گوزکی. مگر بن سلمان اینجوری آقا من تو باشم کاری ندارم عزیز من. ما یه زمانی بین اپوزیسیون ریسارت و مجاهدین خلق مونده بودیم که کدوم رو کمک کنیم. الان داریم تصمیم گیری میکنیم که واقعا چیکار کنیم. قراره در ایران کودتا بشه. اگر اشتباهی کوچکی شما بکنید با تمام قوا وارد نشید، طلبات بفرستید تو صفحات مجازی مثل احمقا و نهید خودتون رو سپر نکنید، هم خامنه‌ای رو میکشن، هم صاحبان جدید و هم تمام اونهایی که برای مملکت دل میسوزونن. بازی تموم میشه و وقتی که من برم سمت تغییر شما سالم نمیمونی. یک فرصته که بهت داره داده میشه. پس آقای خامنه‌ای دنبال چیه؟ دنبال اینه که حکومت رو برای اولین بار بتونه از اینا بگیره. بهترین زمان الانه. اگر میگه فلانی خوبه همه گو نخورید، بشینید فلانی خوبه. عوض جر و بحث، عوض زر اضافه، ببینید اون چی میگه انجام بدید. پس قرار یک کودتا اتفاق بیفته. میفهمی اینو؟
این پیام مقام معظم رهبری شما بوده که من دارم به شما میگم. یعنی شما بچه مذهبی ها باید الان بریزید وسط و تکلیف رو تموم کنید. کشور دست خامنه‌ای، دست سپاه، دست بسیج نبوده. روزی که خامنه‌ای راجع به مولوی حرف زد و سعدی و حافظ، تمام جهان دارن بهش حمله میکنن. یه مثال ساده بابا، 2 دقیقه الاغ بشین فکر کن. هیچ فردی، هیچ گروه سیاسی، هیچ گروه امنیتی، هیچ رسانه‌ای تا 2 سال پیش هیچ وقت راجع به هاشمی رفسنجانی حرف نزد، چون بهش تجاوز میکردن. مگه اینا مخالف جمهوری اسلامی نیستن؟ اگه مخالف جمهوری اسلامی هستن باید بگن مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر هاشمی. همه میگن مرگ بر خامنه‌ای. میفهمی؟ چون مملکت از هاشمیه، تلویزیون خارج کشور از هاشمیه. دخترشو گرفتن، تمام جهان فریاد زدن نه ولش کن فائزه رو. فائزه تو کون رضا پهلوی بود، رضا پهلوی تو کون فائزه بود. این آخرین فرصتتونه. خمینیتونو که کشتن، اولاغ چه گوی خوردی؟ دست به شنبول را میرفتی احمق. پسرش هم کشتن، مطهری رو کشتن. هر کسی که میتونست واسه کشورت کاری بکنه از اون اصلاح طلبای اولیه که کشتن تا الان. خامنه‌ای توان نداره. توان خامنه‌ای همینه که بیاد یه سخنرانی کنه، توی اولاغ بفهمی، بریزی کار تموم کنی. این آخرین بار و اولین بار و آخرین بار یکی این فرصت رو دارید که کودتا انجام شه. و اگر اونا کشتشن و این کودتا به ثمر نرسه، اتاق بازرگانی رو نگیرید، رسانه ها رو نگیرید و اینا رو نابود نکنید، من گزینه‌ای دیگه ندارم. نمبر 1، مملکت دست سپاه نبوده. بعضی فرمانده های سپاه با اصلاح طلب ها، بهایی ها، زرتشتی ها، یهودی ها، سازمان امنیتی تپوندن به تو. نمبر 2، خامنه‌ای تا اون حدی که در توانش بود تلاشش کرد، چه با گریه، چه با فشار، چه با داد، که کشور اصلاح طلب ها و سلطنت طلب ها نبرن. چون داشت نگاه میکرد، دید کودتا کردن، دید تمام رسانه ها و هنرمندا خارج و داخل با هم دست به دست هم دادن. سریال جلوی چش خامنه‌ای، تلویزیون سریال میساخت به نفع رضا شاه، محمد رضا شاه، جلوی چشش سریال خانگی درست میکنن. این با مامان این شب میره با اون دخترمون، بیا بریم سینما فلان کنیم، شلوار بکشیم بالا، شلوار بکشیم پایین. نمیتونه. پس نمبر 2، خامنه‌ای هم یه توانی داره. نمبر 3، نقاط حساس کشور اتاق بازرگانیه، صدا و سیماست، مکانهایی است که منابع داره میره. یک کودتای قدرتمند باید اتفاق بیفته و در عرض 4 شب همه باید دستگیر شد، وگرنه ورق برمیگرده، آخرین نفرات دلسوز این کشور هم از بین خواهند رفت. جمله‌ای که اون صاحبان جدید به مقام معظم رهبری شما گفتن این بود که گفتن اگر شما 10,000 تا سرباز و سری استارتی رو داشتی 20 سال پیش کشور ایرانی گرفته بودی. خامنه‌ای در جواب جمله جالبی گفت فرقش اینه که ریاستارتی ها یه لیدری دارن خارج کشور داره این حرفا رو میزنه، بیدارشون کرده. من اینجا اون حرفا رو بزنم کشته میشم. حالا اون حرفا رو من دارم برای شما انتقال میدم. فرصت بسیار کمه. ترحم بر پلنگ تیز دندان، ستمکاری بود بر گوسفندان. هدف اینها تجزیه ایران، تجاوز به شیعه و آنگاه سنی.
اینا با اسلام مشکل دارن. به جنب. این آخرین پیام رهبرت به توست. از تو حرکت، از خدا برکت. امام زمان اینجوری مملکت رو تحویل تو نمیده. و فراموش نکن قرار نیست که حکومت شریعتی بچسبه به امام زمان. قرار حکومت شریعتی یا تبدیل بشه به حکومت طریقتی، بچسبه به امام زمان. هر لحظه ممکنه ترامپ بیاد بالا. اگر نجنبید گزینه‌های کماکان رو میز اپوزیسیونه برای یه سارد هست مای فرند. به آخر فیلم محمد رسولالله دقت کن. خانواده خامنه‌ای در امانن. هر کس به خانه خامنه‌ای وارد شود در امان خواهد بود. خانواده خمینی در امانن. تو خواهر مادرت سرویسه. اگر این بار حرف آقا تو گوش نکن. بدرود میفرند.